چو خواهی رهیدن مر از بندگی، بپیما رهی آفرینندگی. پیام و درودهای فراوان بینندگان ارجمند تلویزیونی سینما، نشر نوبتی برنامه آفرینندگی است حضور شما. در این برنامه با حضور فیلسوف معاصر ملی، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، دکتر فلسفه نورالدین شهاب الدین در اطراف موضوع تهاجمات ذهنی در شرایط برخوردهای تمدنی صحبت میکنیم. از بس که فضای امروزی ما فضای فرهنگی و مفکوروی و سیاسی ما بر مبنای همون برخوردها شکل گرفته است. همین 100 سال اخیر همین گونه برخوردها زیاد شدن. موضوع رو همینطور نام نهادیم و با حضور نورالدین عزیز موضوع رو دنبال میکنیم. تشکر نورالدین عزیز که دعوت ما رو پذیرفتید و به صحبت آمدید. نورالدین، همین شرایط رو یک توصیف عمومی کنیم. شرایط امروزی، وضع امروزی فرهنگی و مفکوروی رو یک توضیح عمومی کنیم و کلی کنیم، بعد صحبت رو ادامه میدیم. بفرمایید. سلامت باشید. در حقیقت همین تهاجم ذهنی یا تهاجم فکری در شرایط برخوردی تمدن‌ها بسیار عمیق و بسیار با شدت روان است در شرایط امروزی. شما تصور کنید که حالا جنگ وجود ندارد، جنگ واقعی، لیکن جنگ غیر واقعی، جنگ رسانه‌ای، فتح کردن ذهنیت‌ها، هویت زدایی، گرفتن هویت از شخصیت‌ها، از ملت‌ها با یک شدت بلند، با یک دستگاه‌های بزرگ ترغیباتی و اطلاعاتی پیش رفته ایستاده است. برای همین ما فکر می‌کنیم که شرایطی که ما داریم از بسیار از همون مرحله‌های عصرهای میانه متشتر است. از نظر ذهنی، از جهت ذهنی تصور کنید تاثیراتی که با ذهن ما میگذارند، از جهت تاثیراتی که با ذهن ما میگذارند. شما تصور کنید که پیشتر مثلا خب توسط مثلا همین مطالعه کتاب و گازیته ها ما میتونستیم که مثلا یک ذهنیت فعال، ذهنیت بیدار به وجود بیاریم. حالا شرط نیست که شما زحمت کشیده مثلا خوانید. ممکن که مثلا 10% مردم میخوان یا 20% مردم میخوان. حالا باشد همه امکانیت دارد و همین گویم واسطه هایی که امروز وجود دارد، واسطه های نوین تکنولوژی و اونهایی که این تکنولوژی رو پهن میکنن، اونها حتما در برابر پهن کردن تکنولوژی اونها فرهنگ خودشون رو پهن میکنن، خواسته های خودشون رو پهن میکنن. اگه تصور کنید که پیشتر اگر ما توسط یک کتاب صاحب آگاهی میشدیم، حاضر یک تیک تاک میتوند که ذهنیت ما رو سازد، ذهنیت ما رو دیگرگون کند، ذهنیت ما رو با یک میلیون ها رو در یک مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه تغییر میده. بله میلیون ها. و باز آدمایی که مثلا اصلا با مطالعه سر و کار ندارد، ممکن که باید نوشتن و خواندن نمیتواند. من تصور کنید که با تیک تاک بیدار میشود و ممکن که با همون تیک تاک یا که نمیدونم با اینستاگرام دیگرش خواب میرود. تصور کنید که تاثیررسانی اینها نسبت به اون تاثیررسانی که در عصر میانه بود چقدر عمیق‌تر است و شدتناک‌تر است. این از جهت پسیکولوژی اگر یک چیز هر قدر که زیاد به شما تلقین شود، اگر همون چیز در شما شکل میگیره و همچون حقیقت قبول کرده میشود. اگر تصور کنید که اون حقیقتی که مثلا از کدام مثلا مرکز ایستاده و شما ترغیب میکنن، هیچگاه در اونجا مثلا منافع ملی شما نیست است، خواسته های شما نیست است، هدف گذاری شما نیست است، لیکن شما به طریق خود ناخواسته خود رو تابع میکنید به یک مرکز غیب یا بیگانه. ببینید بسیار واقعا ناجور است. از همون زمانی که مثلا همون مقاله مشهوری برخوردی تمدن‌های هانتینگتون برآمد سال 93 بعد به یک کتاب تبدیل یافت، همون واقعیت‌ها رو برای ما برای چند ده ساله دیگه که اونا رو چند ده ساله پیشتر طرح‌ریزی شده بودن، برای چند ده ساله بعدتر برای ما به اصطلاح اینفورماسیون یا که اطلاعات شده دادن رسوندن. لیکن تصور کنید که در این مدت با صدها پروژه ها و صدها برنامه‌ریزی های دیگری که روی دست گرفتن اقدامات در زمینه تهاجم ذهنی گرفته شده است، از اونها ما بی‌خبریم. یعنی زمان در حرکت است، کارهایی که اموری که در قالب پروژه ها و برنامه‌ریزی ها میروند اونها در حرکت هستند و ما در کدام حالتیم. بله تصور کنید که پیشتر امکانیت داشت که همین هر یک چیز کنترل شود، اداره میکردن. مثلا وقتی که زمان شوروی بود
فیلتر میشه، فیلتر میکردن، هر چیز امکان نمیدادن که پهن کنن، هر پیش روی هر چیز رو میگرفتن، سنسور میکردن. این سنسور در همون یونان باستان هم بود، در ایران هم بود، در عصر همیشه این سنسور بود. خب اجازه ترغیباتی میگفتن یک چیزی بد هست، لیکن چیزی بد نبود. البته یک چیزی اون چیزی منفی که هست ما باید پیش روی وی رو گیریم. حالا باشه چی؟ یا که مثلا یا یک قدرت بود یا دو قدرت بود مثلا گیریم. اگر زمان شوروی رو گیریم بود آمریکا، خب بود شوروی. پیشترش گیریم بود یک قدرت مثلا خوجین بود. حالا باشه چی؟ حالا باشد شما تصور کنید که چقدر مرکزهای قدرتی زیاد شده هستند. مثلا هستن قدرت‌های جهانی، هستن قدرت‌های منطقوی. همه اینها چقدر دستگاه‌های ترغیباتی دارند و آنها در رقابت با همدیگر قرار دارند. همین خیلی است. همشون هم تمرکز با ذهن میکنن. همه تمرکز چگونه ذهن خراب کنیم یا که تخریب کنیم، خلاصه با ذهن سر کار. بله. یک زمانی بود که شخصیت‌ها آفرینده بودند. همین خیلی بود. یک زمانی بود که ملت‌ها آفرینده بودند. دیگر حاضر ملت‌ها رو نمیتونیم بگیم که آفرینده هستند. شخصیت‌ها رو نمیتونیم که آفرینده هستند. حالا دولت‌ها هستند. زمان عملی دولت‌ها است. اگر ما خواهیم که در همین گیردار حادثه ها برهم نخوریم، اورینتاسیون و هدف گذاری وای نکنیم، باید دولت ها آگاهانه دستگاه های ترغیباتشون را همین خیلی استفاده برن که تواند که از همون سیل هجومی روندهای جهانی که به خاطر پیاده کردن یا که پهن کردن منفعت خودشان عمل کرده شده است ما رو نجات دهد. همون هم نوردین جان، همون قدرت هایی که مثلا دربارشون صحبت کردیم، پروژه هایی که دربارشون صحبت کردیم، در پشت همون پروژه ها و همه قدرت ها منفعت های ملی همون قدرت ها البته. یعنی امروز منفعت ملی به صفت پروژه اساسی دولتداری و دولت سازی و ملت سازی جایگاه پیدا کرده است و نکته اساسی که به اصطلاح که شما گفتید اورینتاسیا یا که تمرکز اساسی به همون منفعت ها صورت میگیرد که در دایره منفعت های ملی اونها همون برنامه‌ریزی میکنن تا که یک منطقه را از نظر ذهنی تحت تسلط قرار بدن، اداره کنن، مدیریت کنن، مانیپولیاسیون میکنن، مانیپولیاسیون کنن. همینطور میرود. اکنون ما هم که امروز مثلا یک اصطلاح معروف است که مثلا از چند صد 300 سال اخیر پهن شده است در ادبیات علمی هم استفاده میشه، دولت ملت ها. یعنی دولت با ملت ها توأم کردن که امروز وقتی که دولت ملت میگن یک مردم یک منطقه را در عموم شهروندانی که در همونجا زندگی میکنن اونها رو با همون اصطلاح ملت ifade میکنن و با دولت توأمشون میکنن. دولت ملت ها یعنی دولت ملت ها امروز بر اساس منفعت های ملیشون میتوانن که در برابر این سری تهاجم های اطلاعاتی هستند، تهاجم های مغزی هستند، تهاجم های کیبری هستند و همه اینها هدفشون همینه که ذهنی یک ملت رو، مردم یک منطقه رو خراب کنیم یا که تحت تسلط قرار بدیم، ادارهش کنیم. همینطوره و ما هم که همین امکانات رو داریم. ما که مثلا در مسیر ساختن دولتداری ملی 36 سال شد که قدم می‌نهیم در برابر همین خطرها، همین تهاجم که هیچ وقت از بین نمی‌رود، حتی زیادتر میشد با مثلا دست یافتن فناوری‌های امروزه زیادتر میشه. بله. چیکار کنیم؟ مثلا همین مفکوره بیگانه که امروز مفکوره سازی شده است و ذهن ما رو خراب می‌کند و مثلا سلسله نسل نورس جوان ما رو به خود میکشد، همین در نتیجه همین کشت تهاجماتی یا که اکسپانسیا و سیکنی همون مفکوره است که با واسطه همین مفکوره نسل نورس جوان ما رو مورد هدف قرار میدن و استفادهش میکنن. همینطور نیست؟ در برابر همین نوع اینجا ما چگونه برنامه‌ریزی های الटरनेटिव्ی داشته میتوانیم که حداقل همین روند رو کاهش دهیم، چون این روند خیلی روندی خطرزا است. این از هر طرف وارد میگردد، از این طرف از اون طرف از هم، و در همین گوشه های ما همین خطرها و تهدیدها همیشه هستند، تهدیدهای ذهنی. بله، من این برنامه که ما میکنیم این یکی از همین چوراندیشی ها و مقابل همین خیلی نگویم هجوم های فکری و ذهنی که از بیرون گسترش داده میشه یا ترغیب کرده میشه. لیکن آیا من همین برنامه هایی که ما داریم همین کفایه هست یا نه؟ گپ سر این میرود. سطح تاثیرناکی، سطح شدتناکی. شما اگر مقایسه کنید اون عملکردهایی که دولت‌های ملی که ما میگوییم انجام داده ایستادن، شدتش و اون شدتی ترغیباتی که از بیرون وارد گردید است. در همین زمینه یا که در همین جبهه مبارزه بگیم، در مبارزه اطلاعاتی، مبارزه مغزی و مبارزه ذهنی،
نقشی فلسفه و علم‌های فلسفی چی است؟ چگونه است؟ مثلا از اون تدریسی که شما در دانشگاه می‌کنید از فلسفه و از اون سطح آگاهی‌هایی که نسل جوان ما دارد، از اون مثلا حسی اشتغال نسبت به همین فلسفه چی خیلی است؟ اینا خب حقیقتی مثلا اون است که مثلا ترغیباتی که مثلا آگاهی که فلسفه میتید و محدود است. همیشه همین خیلی بود. شما فکر کنید که مثلا شما در یک اودیتوریا از فلسفه گپ میزنید، از آگاهی گپ میزنید، از خودشناسی گپ میزنید. مثلا با یک جوانی که الکی 20 ساله هست یا 19 ساله است، لیکن اون جوان الکی وقتی که الکی مثلا 3 ساله بود الکی زیر تاثیر مثلا آگاهی دینی قرار گرفته است، ذهنیت او الکی شکل گرفته است و الکی باوری و مشخص شده است و در این سن سال نمیتواند که مثلا اون حقیقتی که حاضر دارد یک طرف گذارد و حقیقتی مثلا اون آگاهی یا خودشناسی فلسفی که در اودیتور درس میتن از خود کنند. برای این باید ترغیبات باید زیاد باشد، باید مثلا چاپ کردن این موادها باید زیاد باشد، دستگاه‌های مثلا رادیو، تلویزیون و فرهنگ این باید که یک موسیقی مثل که یک جنگ هست، اعلان یک جنگ هست، باید که چه ایدئولوژی باید جنگ ایدئولوژی باید در همین سطح باید که گسترش داده شود. اینه که با یک برنامه تلویزیونی یا که با یک مثلا لکسی که در اودیتور میگذارید اون نقشی که الکی گذاشتگی هستن گمان است که ما تازه کرده توانیم یک چیزی نو پیشنهاد نماییم. مشکل در جهان بینی هست. اگه ما سر جهان بینی که صحبت همین گفته‌های با که با جهان بینی برمیگرده. بله. فلسفه هم جهان بینی میتید. بله. جهان بینی پویا و جویایی که یک نفر در برابر او اندیشه هایی که یاد گرفته است، مثلا از خانواده‌اش یاد گرفته، از باباش، از بیبیش، از پدر، از مادر، از محیط یاد گرفته است، در دانشگاه میاد اونها را روی میز میگذارد و با استادی که در اونجا هست و با اون محیطی که هست در میان میگذارد میبیند. بله بله. انا همین شرایط با چیزهای گوناگون برمیخوریم. مثلا هستن مثلا لحظه هایی که همون ترغیبات آگاهی که شما میتید و کارکرد میکند، قبول میکند از طرف دانشجو، لیکن هست لحظه هایی که مثلا با همون تفکری مثلا گویم دینی و خرافاتی که هست و اعتراض میکند، اون میخواد که در همون حقیقتی که دارد باقی ماند. درست است. همون اعتراضش هم نشانه اون است که خیلی شکل گرفته است، همون مفکوره، یعنی مفکوره سازی شده است. بله. عصرهای عصر در خالیگه اذهان ما اجنبی با راحتی مفکوره سازی میکند. یعنی کردن. بنابراین اکنون اون برنامه‌های آلترناتیوی که گفتیم در ساحه مثلا فرهنگ هم، در ساحه هنر هم، در ساحه ادبیات هم، در ساحه نقاشی و رسامی، همه اینا اگر متشکل باشن و منسجم شن ما میتونیم که یک راه درستی، مکانیزم درستی مبارزه رو بله اون مرحله که مثلا ملت‌های الهیده می ساختن، مفکوره می ساختن، دیگر من اگر مشاهده کنید در اروپا یا در ما دیگر اونها مفکوره خود از دست دادن، دیگر همون ترغیبات‌های جهانی که صورت گرفته ایستاده است همین جهان رو بالکل در بر میگیره. مثلا روندهای اون که در اروپا هست، روندهایی که مثلا در ما هست، ببینید اکثر اینا خصوصیت جهانی دارد. همین حتی همین تروریسم و اکستریمیسم گیره دیگر اینا همش در سطح جهانی هست. برای چی؟ شدت تاثیرگذاری که توسط واسطه اخبار انجام داده می شود قوی‌تر است نسبت به اون شدتی که حکومت‌های ملی انجام میدن. یعنی مبارزه خیلی شدتناک است. مبارزه خیلی جدی‌تر است، سخت‌تر است. بله، ما همیشه فکر می‌کردیم که هیچ گپ نیست، است آرام هستیم. شما ببینید دستای نوآیان در عصرهای میانه چقدر مفکوره سازی می‌کردن. بله. همین خیلی هستن دستگاه‌هایی که اونها وظیفه اونها هست، اونها مبلغ‌های کلان می‌گیرن. بجز از مفکوره ساختن، بجز از هویت زدایی، اونها دیگر کاری دیگر ندارن. برای همین اونها میشینن مکانیزم می‌سازن، اونها میشینن کارکرد می‌کنن که چگونه توانیم که ما همه هدف‌های خود گسترش دهیم. و تکنولوژی امروزه در خدمت اونها هست. الان فقط از روی امکان، از روی امکانیت‌هایی که ما داریم، مثلا هم تجربه فرهنگی گذشته‌مون هست، هم اون افت خیزهایی که در گذشته داشتیم بر اثر این تصادمات فکری و تهاجمات فکری بیگانه‌ها داشتیم، ما تجربهش هم داریم. نتیجهش هم دیدیم. مثلا سال همون 92 هم تجربهش در دستمون هست، در اختیار داریم که چی انجام میده. اکنون گپ در این است که متشکلی
قشرهای مثلا زیایی ما، قشرهای آگاهی ما، قشرهای مثلا مفکوره سازی ما، همه اینا متشکل کشن ما میتونیم که مبارزه با حتی مثلا قشر فرهنگی ما، سراینده ها و آوازخوان‌ها و رسام‌ها و نقاش‌ها و همه اینها هم در این روند اگر به طرف نباشن و تماشابین نباشن، یک مقاله خوب داشتید در یادتون باشد، فرهنگ تماشا. اگر تماشابین نباشن، اگر مثل مثلا در تئاتر تماشابین نباشن، ما میتونیم که موفق هم شویم. میگه که ملت آگاه اندر ماجرای امتیاز، ملت آگاه اندر ماجرای امتیاز در دفاع از خویش صاحب امتیازی میکند. بهتره. انا ببینید ما باور داریم که با او فرهنگ تمدنی چند هزار ساله‌ای که داریم، با او تجربه های تلخی که در عصرهای میانه داریم و در ابتدای عصر 20 و آخر عصر 20 داشتیم، با او تجربه ها ما میتوانیم که در برابر این سیل تهاجمات که به مغز ما و به ذهن ما تاثیر میرسانند و یک نسلی به هویت خود باخته را به وجود میارند، ما میتوانیم در برابر این موفقانه مبارزه بریم و در این جاده سهم شما دانشمندا از جمله شما هم خیلی بزرگ است که در دانشگاه کار میکنید، ترغیب میکنید علم و جهانبینی علمی و فلسفی را مینویسید، در شبکه‌های اجتماعی فعالید، شما هم سهمگزار خواهید بود. تشکر زیاد نورالدین جان عزیز. سلامت باشید. باور داریم که صحبت را ادامه میدیم. فرصت هم که دست داد حتما سری موضوع جهانبینی هم خلل هایی که با جهانبینی وارد می شود در موضوع تبارشناسی اخلاق و تجدیدی نظر در راستای این اندیشه ها حتما ادامه خواهیم داد. رسیدیم به پایان برنامه. روزگاری خوش و بردوام و ایام و کام.